بعضی پرونده ها رو هر چقدر که ببندی یه گوشش باز میمونه. پرونده‌ای که میخوام براتون تعریف کنم دقیقاً از همون جور پرونده هاست. اسمشو گذاشتم ناقوس شکسته. قربانی آقای دانیال فرهودی، میلیاردر خودساخته و کلکسیونر آثار عتیق است. محل جنایت ویلای مجلل و شخصیش کنار دریا. ما همه سرنخ‌ها رو داشتیم، اما یه چیز کوچیک نبود، یه چیزی که به چشم هیچ کدوممون نیومده بود و شاید تو بتونی اونو پیدا کنی. صبح روز حادثه خدمتکار جسد رو پیدا کرد. دانیال با ضربه‌ای کند به پشت سرش به قتل رسیده بود. سلاح جنایت یک مجسمه برنزی کوچیک و سنگین از هرکول که خودش جزو کلکسیون مقتول بود. مجسمه در کنار جسد پیدا شد، اما هیچ اثر انگشتی روش نبود. قاتل حواسش به همه چیز بود. ساعت مقتول در هنگام سقوط شکسته و زمانش متوقف شده بود روی ساعت 8:34. اما سوال اینجا بود که این زمان دقیق وقوع قتل یا صحنه سازیه. اون شب 3 نفر داخل ویلا بودن. سارا همسر مقتول ادعا میکرد اون شب به دلیل سردرد شدید از ساعت 8 تو اتاقش استراحت میکرده و چیزی اصلا نشنیده. اما یکی از نگهبانان محوطه گزارش داده که سایه شخصی رو دیده که حدود ساعت 9 از در پشتی باغ خارج میشه. نفر دوم کامیاب، شریک تجاری مقتول، برای جلسه کاری اومده بود. اعتراف کرد که با دانیال حدود ساعت 8:15 روی تراس قهوه خوردن و در مورد انحلال شرکتشون بحث کردن. بحثشون شدت گرفته، اما کامیار میگه که اونجا رو ترک کرده که تا بحث ادامه پیدا نکنه. نفر سوم رها، برادرزاده مقتول که شخصی هنرمند بوده، برای قرض گرفتن پول اومده بود. مقتول قبلا چندین بار درخواستش رو رد کرده بود. رها ادعا میکرد که ساعت 8:30 ویلا رو ترک کرده، اما دوربین مداربسته در اصلی ورودش رو ثبت کرده اما خروجش رو ثبت نکرده. به گفته نگهبان ویلا که از قضا زمانی که رها با مقتول صحبت میکرده برای کاری پیش مقتول اومده بوده، مقتول با صحبتاش جلوی نگهبان جوری رها رو تحقیر کرده که رها بدون خداحافظی اتاق رو ترک کرده. در میان بازرسی ها به طور تصادفی یک کاغذ مچاله شده تو سطل زباله دیدم. به نظر می رسید دانیال اونو دور انداخته. روی کاغذ به خط خودش نوشته بود ناقوس رو می شنوم اما زمان از حرکت ایستاده. این جمله به نظر یه متن شاعرانه یا هذیان می رسید. اما در ویلا به دنبال ناقوس گشتیم و تنها چیزی که پیدا کردیم کلکسیون کوچیک زنگ‌های قدیمی کشتی بود. یکی از زنگ‌ها یا همون ناقوس‌ها شکسته بود، اما این چه ربطی به قتل داشت؟ شاید هم یه نکته انحرافی بود. پرونده بسته شد. سرنخ‌های کافی نداشتیم، اما ذهن من هیچ وقت روی این پرونده بسته نشد. من مطمئنم سرنخ اصلی توی همون ویلاست. یه نکته خیلی کوچیک که از چشم هممون پنهون مونده. پرونده الان در دستان توه. سرنخ‌ها رو کنار همدیگه بذار، پرونده رو حل کن و جواب و کامنت کن. اگر نتونستی پرونده رو حل کنی، یه سرنخ اضافی توی دیسکریپشن برات قرار دادم. فقط قبل از اینکه اون سرنخ رو مطالعه کنی حتما سعی کن همینجوری پرونده رو حل کنی، بعد برو سراغ سرنخ اضافه و در آخر پایان دیسکریپشن براتون جواب این معما رو قرار دادیم. خیلی دوستتون داریم. سابسکرایب فراموش نشه، بر دوستاتون بفرستین، ویدیو رو لایک کنین تا به افراد بیشتری نمایش داده بشه.